سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مرگ فاجعه‌ای نماینده سامون ایر در الماتا. پامیر دیلی سامانه از همه فور بدخشان را در تاجیکستان مسدود کردند. زپرت تمام، روسیه 120,000 شهروند تاجیکستان را عفو کرد. تفصیلات قتل 3 جوان در پنجکین برای یک ذره مونک. راننده‌ای که در عینی هلاک شد کارمند میلیسا بوده است. در دانشگاه‌های روسیه 23,000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کردند. هشدار از احتمال فرآمدن ترمه در کوههای تاجیکستان. یارمارکه محصولات ارزان برای کارمندان وزارت کارهای داخله در عرفه سال نو. و اکنون تفصیلات خبرها. جاوید میرزابکوف، یک کارمند نمایندگی شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان از جمله سامون ایر در قزاقستان بر اثر یک صدمه نقلیاتی جان باخته است. به گفته منابع آگاه از قضیه، ماشینی که جاوید میرزابکوف و دوستان قزاقش از شکار برمیگشتند روز یکشنبه 26 دکبر در 250 کیلومتری شهر الماتو دچار صدمه شده است. بر اثر این صدمه جاوید میرزابکوف و یک دوستش در جای حادثه به هلاکت رسیده، تنها یک نفر زنده مانده است. جنازه جاوید میرزابکوف را روز 29 دکبر برای دفن به تاجیکستان میفرستند. جاوید میرزابکوف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان بوده، 34 سال و یک فرزند داشت. او از سال 2010 11 سال باز در شهر الماتا در نمایندگی شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان در قزاقستان کار میکرد. مهاجران تاجیک مقیم قزاقستان از او همچون انسان یاد میکنند که به گفته یکی از آنها بسیار یک جوان زیبا بود و خلق مظلوم تاجیک را دستگیری میکرد. نیکی زیاد برای مهاجران کرده است و این همه امروز توشه آخرت جاوید جوانمرگ میشود. جاوید میرزابکوف به شکار و سیاحت علاقه زیاد داشت و در اکثر عکسهایش در صفحه‌اش در فیسبوک نیز او هنگام شکار یا سیاحت یگان شهر یا کشور تصویر شده است. از قضا مرگ هم این جوان تاجیک را در راه بازگشت از شکار دریافت کرد. روانش شد و مکان آخرتش جنت بود. پامیر دیلی نیوز، یک پایگاه خبری مستقل که رویدادهای اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان را به طور خیلی فعالانه پیگیری میکند، خبر داد که دسترسی به سامانه اینترنتیش پامیر دیلی کام در تاجیکستان پورا مسدود کرده شده است و از این رو از این به بعد این نشریه تمام خبرها و مقاله هایش را در شکل پورا در تلگرام کانالش نشر خواهد کرد. مقامات تاجیکستان تا حال رسما درباره خبر مسدود کردن دسترسی به سامانه پامیر دیلی کام اظهار نظر نکردند، ولی این خبر در حال به دست رسید که فراموز ارگاشوف، حقوقدان شناخته و رهبر گروه 44 که تظاهرگران خارق برای مذاکرات با مقامات و نظارت اجرای طلب‌هایشان انتخاب کردند، گفت مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان و ساختارهای قدرتی در شرح سبب‌های تا حال برقرار نکردن دسترسی به اینترنت در این ولایت پاسخ دادند که وضع بسیار متشنج است. برای همین آنها عرض دارند که گروه‌های علاهیده در اروپا با استفاده از این وضع مردم را به نزاع‌های نو تشویق می‌کنند. پامیر دیلی نیوز نام کارمندانش را آشکار نمی‌کند. این سامانه به ویژه در روزهای حوادث اخیر بدخشان با شرافت پیدا و نشر کردن خبر و ویدیوهای اختصاصی از جای حادثه نام برآورد. از جمله ویدیوی سخنرانی محمد باقروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان، و ویدیوی لحظه بازداشت گلبدین زیابکوف در روی پول دریای نوج در دهه تفدیب نویه روشقله را اولین شده پامیر دیلی نیوز نشر کرد. این پایگاه همچنین وقتی که برخی زادگان بدخشان در پس منظر حوادث اخیر شعارهای ضد تاجیکی و جدایی طلبی بلند کردند، با نشر یک مراجعتنامه از همه زادگان بدخشان دعوت کرد که از گذاشتن چنین مسئله خودداری کنند. در شرح‌های زیر مطلب‌هایمان ما سخنان نچندان مناسبی را نسبت به ملت تاجیک می‌بینیم. به خصوص از جانب ترول‌های گوناگون ما این را یک اغوای غیر مقبول می‌شماریم. در این روزهای سخت ما شاهد بودیم که صدها و شاید حتی هزاران نفر از برادران تاجیک ما برابر ما درد می‌کشیدند و از لحاظ معنوی ما را پشتیبانی می‌کردند. یگان کس نباید به اغوا راه داده به خود حرف‌های تأخیرآمیز نسبت به هموطنان و برادران و خواهران ما اجازت بدهد. همه ما بخش‌های تقسیم نشونده وطن ما
توجیکستانیم، ما همه یک جا توجیکستانیم. گفته میشد در مراجعتنامه. یادآور میشویم مرگ مرموز گلبدین زیوبکوف ساکن 29 ساله دهه تقدیم نوی روشکله بعد بازداشتش در سنه 25 نوامبر سبب آغاز اعتراضهای شد که در خاروخ 4 روز دوام کرد. مردم اول جسد او در روی دست در کوچه های خاروخ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع آمده به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ زیوبکوف را طلب کردند. در روزهای ناآرامی ها در بدخشان 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها شام 28 نوامبر وقتی خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیوبکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد. ولی با گذشت یک ماه در رابطه به مرگ زیوبکوف یگان کس دستگیر نشده است. الکسی یگوروف نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان روز 27 دکامبر در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران تاس خبر داد که 120,000 شهروند تاجیکستان که به دلیل یگان قانون شکنی خرد از حق عبور مرز روسیه محروم کرده شده بودند دیگر باره حق سفر به روسیه داده شد. در چارچوب یک قطار سازشنامه‌های ماه سپتامبر سال 2021 امضا شده به اصطلاح عفو یا امنیستی شهروندان تاجیکستان که به دلیل قانون شکنی‌های خرد از حق سفر به قلمرو روسیه محروم شده بودند گذرانیده شد. در جریان آن 120,000 نفر مورد عفو قرار گرفتند. خبر داده است ایگوروف. با گفته او به همین 120,000 نفر اجازت سفر به روسیه داده شده است و شهروندان می توانند بودن یا نبودن اسم خود در رویخطهای سیاه روسیه در سامانه ریاست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه پیش از عزم سفر تفتیش کنند. الکسی یگوروف گفت بخش اعظم شهروندان تاجیکستان به سفارت روسیه محض پیرامون امین مسئله مراجعت میکنند. چند سال پیش شماره شهروندان تاجیکی که بر روی خطای سیاه روسیه افتاده و به سبب زپرت به آن کشور سفر کردن نمیتوانستند از 300,000 نفر گذشته بود. سالهای آخر موج اخراج‌ها از روسیه ظاهراً کمتر شد ولی عفو یکباره 120,000 مهاجر تاجیک نشان میدهد که شماره افراد تحت زپرت همچنان خیلی زیاد بوده است. برای تاجیکستان که یک کشور مهاجر فرست و وابسته پول مهاجرانش است و روزگار اکثر خانواده‌ها از حساب پول فرستاده عزیزان مهاجرانشان میچرخد، تحت زپرت افتادن و از حقوق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر تاجیک به معنای از یک منبع مهم تأمین زندگیش محروم شدن دست کم یک خانواده در تاجیکستان است. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک اطلاعیه خبر هلاکت 3 جوان در یک مناقشه خونین در شهر پنجکند را تصدیق کرد. 26 دکامبر سال 2021 تخمین ساعت 13:50 4 نفر جوانان 18 و 19 ساله ساکن پنجکند با مصلحت پیشکی در روبروی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 واقع در خیابان رودکی شهر پنجکند با 3 جوان 17، 21 و 23 ساله ساکن همین شهر جنگ و جنجال نموده با کارت به عضوای حیاتاً مهم نامبردگان زدند. در نتیجه 3 نفر جوانان جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. گفته می شود در اطلاعیه‌ای که روز 28 دکامبر در سامانه وزارت کارهای داخلی نشر شد. وزارت کارهای داخلی درباره سبب مناقشه‌ای که با چنین عاقبت فاجعه‌بار انجامید چیزی نگفته است ولی بنا به این منبع نسبت به 4 دستگیر شده از طرف پروکراتور شهر پنجکند بر اساس ماده 104 قسم 2 بندهای ا کشتار بیش از 2 نفر و احسیات افباشی و ماده 237 قسم‌های 2 و 3 بندهای ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان افباشی گروهی با استفاده از کار به صفت سلاح پرونده جنایتی آغاز کرده شد. تفتیشات ادامه دارد. به این 4 نفر برای افباشی تا 7 سال زندان و برای کشتار سه‌گانه از 15 تا 25 سال زندان و حتی حبس ابد تهدید میکند. اولین شده خبر هلاکت 3 جوان در مناقشه خونین در پنجکند را پایگاه خبری بامداد الکی شام همان روز 26 دکامبر نشر کرد. بنا به آخرین اطلاع دریافتی بامداد سبب رزبار در نزد مکتب رقم 15
که با چنین عاقبت فوجیه‌بار انجامید بس نوچیزه بر اثر یک ضریعت مونک بوده است. منابع بامداد میگوید 4 نفر دستگیر شده ساکنان دهه فراب و کشته شده ها یک جوان 17 ساله از دهه موغیان و 2 برادر غالبشاه 23 ساله و ظاهرشاه 21 ساله از شهرک سغدیان بودند. غالبشاه و ظاهرشاه در جای حادثه و نورس موغیانی ساعت بعد در بیمارستان جان دادند. حملگران بعد چنین رنگ گرفتن کار از جای حادثه فرار کرده به دهه‌های خود رفتند، ولی به کارمندان میلیسیا میسر شد که یکی از آنها را دستگیر کنند و توسط بیانات او شخصیت حملگران باقی مانده را هم معلوم کرده آنها را از فراب دستگیر کنند و به پنجکیت پس بیارند. غالبشاه و ظاهرشاه فرزندان کارمند کارخانه طلای زرافشان عثمان لطیفی بودند. این عائله قبلا در ناحیه 5 زندگی میکرد و بعد در کارخانه زرافشان کار پیدا کردن عثمان لطیفی به سغدیان کوچیدند. در این شهرک اساسا کارگران زرافشان معروف به طلازواد زندگی میکنند. از بس که اصل این خانواده از دهه کوسه تراش است، غالبشاه و ظاهرشاه را روز 27 دکامبر در آرامگاه دهه کوسه تراش در کنار شهر پنجکیت به خاک سپاریدند. راننده‌ای که شام 27 دکامبر در کیلومتر 115 شاهراه پربرف دوشنبه خوجند چناق در موضع چوره پای مزار جماعت عینی ناحیه عینی هلاک شد. ساکن 36 ساله دهه درغ ناحیه عینی کارمند خدمات محافظه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خیرالدین همدموف بوده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که شام 27 دکامبر ساعت 17:20 یک ماشین سبکرو تمغه اوپل وکتر در چوره به جری چپه شده بر اثر صدمه راننده‌اش به هلاکت رسیده است. نجات بخشان با کمک اسباب کوهنوردی به جری پایین شده جسد راننده را با استفاده از تجهیزات‌های مخصوص از درون ماشین بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. به گفته شاهدان وقتی که ماشین به جری چپه شده است، خیرالدین همدموف خود را از داخل ماشین به بیرون هوا داده است، ولی از قضا ماشین به بالایش چپه شده او را پخش کرده است. 4 مسافر دیگر ماشین که خود را بیرون هوا دادن نتوانستند زنده ماندند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده با نظرداشت آب و هوای نامساعدی که در تاجیکستان حکم فرماست بار دیگر از رانندگان خواسته است که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند. یادآور می‌شویم روز 26 دکامبر بر اثر برفریزی زیاد حرکت ماشین‌ها توسط شاهراه دوشنبه خوجند چناق یگانه روی زمینی بین شمال و قسمت‌های باقی مانده تاجیکستان خیلی مشکل شد. بنا به اطلاع مقامات در بین 2 روز 25 و 26 دکامبر در 6 صدمه در راه‌های تاجیکستان دست کم 6 نفر جان باختند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در جمهوری تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر دیگر معیوب می‌شوند. مکتب‌های عالی روسیه همچنان برای دانشجویان از تاجیکستان که می‌خواهند در خارج کشور معلومات عالی بگیرند از همه پرخریدار باقی میمانند. کاتب یکم سفارت روسیه در تاجیکستان ایگور بریلکا روز 27 دکامبر در نشست خبری سفارت گفت در حال حاضر در دانشگاه‌های روسیه قریب 23000 دانشجو از تاجیکستان تحصیل می‌کنند. 14000 نفر از این شمار در مکتب‌های عالی روسیه از حساب بودجه دولتی آن کشور صاحب معلومات عالی می‌شوند، تأکید کرد دیپلمات روس. تحصیل در مکتب‌های عالی روسیه در تاجیکستان نیز برای داوطلبان معلومات عالی پرخریدار به شمار می‌رود. به اطلاع سفارت روسیه فعلا در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه ارتسئو و فیلیال‌های دانشگاه دولتی مسکو امگو و میسیس نیز تقریبا 8000 دانشجو تحصیل می‌کند. پول تحصیل سیاک آنها نیز از حساب بودجه دولتی روسیه بوده است. ما کمک به ساکنان تاجیکستان را برای گرفتن معلومات عالی در دانشگاه‌های روسیه ادامه و گسترش می‌دهیم. نقل قول کرده است از سخنان برولکا خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان. دانشجویان تاجیک را به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه از جمله امکان تحصیل بی پول و همچنین شرایط آسان‌تر وارد شدن به محیط زندگی و تحصیل در این کشور جلب می‌کند. اکثر ساکنان تاجیکستان زبان روسی را می‌دانند. از طرف دیگر بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و زندگی می‌کنند و آنها برتری می‌دهند که فرزندانشان در کنار آنها در اینجا تحصیل کنند. بجز از دانشگاه‌های روسیه باز هزاران دانشجوی تاجیک در مکتب‌های عالی خطای امریکا و همچنین کشورهای اروپا تحصیل می‌کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که
طبق معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان تا روز 29 دکبر سال 2021 در یک قطار نویه‌های تابع جمهوری و قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر لغزش ترمیم وجود دارد. در این ارتباط کمیته اولتای فوق‌العاده بار دیگر از اهالی خواهش میکند که در چنین روزها از سفرهای بی ضرورت به موضعهای ترمریز خودداری کنند، به کوسار برای غنچین هیزم و شکار نیز نروند. کمیته اولتای فوق‌العاده از کل اهالی کشور که در ناحیه‌های کوهستان و نزد کوه زندگانی میکنند خواهش مینماید که خیلی هوشیار و با دقت باشند، به خصوص فرزندان خود را نظارت کنید، کودکان و نورسان را تنها نگذارید که از خانه و حولی بیرون شوند. به رانندگان توصیه داده می شود که پیش از سفر درباره وضع راهها خبردار شوند. هنگام حرکت در راههای کوهی جدا قاعده‌های بی‌خطری و امنیتی را رعایت کنند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها گرو اصلی سفر بی‌خطر و امن است. با دقت باشید، قاعده ها را رعایت کنید، سرعت حرکت را بالا نبرید و جان خود و جان همسفران خود را در خطر ناندازید. یادآور می‌شویم روز 26 و 27 دکبر هوا در تاجیکستان یک بار سرد شد و در اکثر مناطق کشور برف زیاد بارید. برف از جمله حرکت نقلیات را در راههای کوهستان از جمله در شهرهای دوشنبه خوجند مشکل گرداند و سبب چند صدمه مرگ‌آور شد. 28 دکبر سال 2021 با تشبث رهبریت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بخشیده به سال نو 2022 در شفت بینای این وزارت یارمارکه محصولات خوراکه برای کارمندان مقامات داخلی دایر کرده شد. در این یارمارکه محصولات غذایی از قبیل گوشت و برنج، روغن و شکر، تخم و ارد، کارتوش و پیاز، نوع‌های گوناگون میوه و دیگر محصولات نیاز مردم نسبت به بازار و مرکزهای سودا 30% ارزانتر پیشکش خریداران کرده شد. پادپالکوونیک محبوبه گل مسئول سامانه وزارت کارهای داخلی خبر داد که تمام این محصولات خوراکه از حساب خواجگی‌های یاری رسان پیشنهاد گردیده تحفه خوبی بخشیده به سال نو 2022 به شمار می رود. در عرفه عید و جشن‌های دیگر نیز راهبران وزارت کارهای داخلی برای کارمندان میلیسیا چنین یارمارکه‌ها با نرخ‌های نسبت به بازار ارزانتر تشکیل می‌کنند. محبوبه گل این را شهادت از دستگیری و غمخواری نسبت به کارمندان میلیسیا نامیده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.